ساکنان ختلان از بالا رفتن نرخ میوه و سبزیجات در بازارهای این ولایت شکایت میکنند. نرخ پالیزی‌های مثل خربوزه و تربوز که سال گذشته از 3 سومانی تا 15 سومانی ارزش داشت، حالا از 20 تا 60 سومانی بالا رفته است. بعضی از ساکنان میگویند که استعمال این پالیزی‌ها را در خانه‌هایشان کاهش داده‌اند. تربوز و خربوزه نخوردم. اگه من خودم از جهت بیماری قند دارم، خربوزه نمیخورم، تربوز میخورم کم کم. لیکن تربوز امسال کم بود. نخوردیم. خوزی هست. قیمت چی بگم؟ خودم پنسیونر کایم که نمیشه. خریداران میگویند که مقامات نرخ محصولات کشاورزی را نظارت نمیکنند و تاجران از این استفاده میبرند. همه بیتکن بیچاره خلق کارحال دارد و بازار ده دهن آمادگی نرخش های پتالوگ میگن اساسا بازار باید باشد ای دهقان هم دهقان خودش هم محصولات برآورد با آورده بازار با بفروشد. این خواجگی دهقانی در ناحیه جلالالدین بلخی است که چینک دویم خربوزه را جمع آوری میکند. حاصل را صاحبکاران به بازارهای شهر دوشنبه میبرند. دهقانی ما همون نرخ همون 5 سوم 4 سوم 6 سوم تربوز خربوزش اثر رو همون را میده. دهقانی ما اثر پیاز آلو را 2 سوم دادگی. پیاز 2.5 سوم دادگی. یگان چی در بازار دهقانی که کدوان زدگی او را با محصولات تیار کردگی چی نیست. کشاورزان ختلانی سبب بالا رفتن نرخ محصولاتشان را در گران بودن سوزشواری برای کارکرد زمین و نیروهای مینرالی که زمین را حاصلخیز میکند رد میدهند. مشکلی که مقامات در جنوب تاجیکستان تصدیق میکنند ولی برای رفع این معما فعلا هیچ برنامه ندارند.